جامی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جامی ما آمدیم مهمانی در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا آشی پلو زدان رو بچه ها زدان آشی پلو زدان رو بچه ها زدان لذت برد دل و جان از کلام این تاجیکان لذت برد دل و جان از کلام این تاجیکان حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی از نواری عزیزان قایل شود رفیقان از نواری عزیزان قایل شود رفیقان رافیل‌های کبیر یک بار خودت رفته بین رافیل‌های کبیر یک بار خودت رفته بین رحمت به کل دوستان شریکان مخلصان رحمت به کل دوستان شریکان مخلصان ای دوستان جامی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جامی ما آمدیم مهمانی در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا السلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان حج و خنده این شام را غنیمت دانستم ما تاریخ تلویزیونی آزیا HD و البته با تقدیم آژانسی بهری برگزاری توی معرکه های تنتنه مهمان خاندانی شما گردیدیم. عزیزان من گفتنی هستم که ما امروز البته برنامه گپی غیر عادی داریم زیرا اشتراکداران برنامه خیلی زیاد هستند و چون هر وقت ما در مکانی بسیار برهوا و زیبا البته ما در زیتون قرار داریم. خب درباره آنه که عزیزان با همراهی مهمانانتان در با همراهی هم خانه هم کارمندان خودتان به اینجا مهمان شویتان را یادرس نمیکنیم و تنها گفتنی هستم که آشی پلوی کاری کلان دارد زیتون. خب میگذاریم با دوستان عزیز و ارجمند با گروه نواربرداران عزیزان ویدیو که این لحظه ها این لحظه های ما را به نوار گرفته شدند بهترین گروه نوارگیری هستند با تکنیک و تجهیزات های زمانوی البته توی معرکه شمایان را باز هم خاطرماند میسازند. عزیزان میگذاریم با سرپرستان برنامه این هم باشد دوستان سرپرست برنامه شرکت مال و محصولات های گوشتی عزیزی که امروز یک زمره از مال و محصولات ها را در پیش ما گذاشته برای پیش ما گذاشتیم برای آنهایی که در شهرهای خود می نویسند که همینه گیریتون نمیگیریم. این از اون سرپرست از دوستان عزیز و ارجمند و من گفتنی هستم که بهترین مال و محصولات های عزیزی گیرید لذت برید عزیزم. و البته اگر شما بینا آباد کردید یعنی که خانه ساختید البته در و تیرزه ها رو حتما رفته از اکاپین خرید. اکاپین این انتخابی درستی شماست و البته یک رفیق دوستی خودمان رو از خاطر برآوردیم خوشنگ لیبل تمام توی معرکه های شما رو با اپاراتور آواز البته برمیگذرانده میدن. مراجعت کنید دوستی عزیز ما ظفرجان در خدمت شماست. یک قرصنگ بزنیم برای شریکان و سرپرستان. خب دوستان گرامی قدر مخلصان حج و خنده بیایتان ما یک به یک معرفی میسازم آن نفرانی که امروز اشتراکداران برنامه گپی این دفعه ما هستند. دوستی عزیز من دلیر جان از وی کنج نشستگی هستند. خوش آمدید دوستان. میرزا جان خوش آمدید دوستان. دیر باز نبودید. تشکر رحمت بینید عجایب. عبدالخلیل از یحیی رومان چون هر وقته دوستی عزیزی ما اختیار جان خوش آمدید اشعری خندی کهن کنی بادام شاعری برنامه محکمی بردین یک دیگه همین خیلی آواز شد چون که علاویدین غالب جان دوستی عزیزی ما مهمانی ما هستند با همراهی ناظم جان. انا اکنون تماشاگران عزیز و ارجمند من گفتنی هستم که این یکمین برنامه است که من کمی باشد هم خراب میتابم. همکاری من هنرمند یگانه هنرمندی زنی که در ساحه حج امروز خیلی با موفقیت نایل گردیدند گلبارخان غفار خوش آمدید. زیر سایه گلبارخان یک
در همون نه سال استارشیم ما این دیساسیون انور جان احمدوف مهمانی با هستم خوش اومدید فاروق جان دوستی نینوازی ما خوش اومدید بچه ها من بسیار میخواستم که امروز یک مهمانی که باز یک مهمانی داریم ما این نفر هنرمند شایسته دولتمند جان قطبیدینوف که باری نخست در برنامه گپی ما مهمان هستند و با قریبی صاحبی عنوان گردن یک قرصک میزنیم از نام اشتراکداران برنامه گپ شما را تبریک میکنیم از این هم بلندتر مرتبه با خداوند رساند در پهلوی شما دایرچی هلالدین الیاس جان دوستی خوش آمدید مظفر جان شما هم خوش آمدید دوستان خب من مخلصانی عزیز من امروز باوری کامل دارم که برنامه ما خیلی رنگین میگذرد چون که تمام لطیفه دانها همه در اینجا حضور دارند من یک از همین فرصت ها استفاده برده یک لطیفه میگم دیگه دم میگیرم من خدا اگر خواهد امروز فرزندای گرفته چمچقرال آمدم یک باغ حیوانات دست اونجا تماشا کرده ایستادیم و نگاه کنم اوچاسکوی همین تریتوری همین حدود اوچاسکویش نوزیر و یک کس هم فرزنداشون گرفته آمدیان هم خیلی دور گایستادیم این خیلی ساختش این خیلی من خیلی خیر و استراوس هم خیلی هم تو نگاه کنم و اوچاسکوی اون تو آمده همین پنجره میمون با هم تو راستن که میمون کارتز ساز هردوش کارتز شانتاج ساز هردوش سانی اکو وای نوزیر که های کارمندی باغ حیوانات هم پهلوی هم آدمنده هم تو نگاه کنه یا چه کاراسی ها گفت با خدا چوماق با بازی کراس پول بنی گفته است خب میشنویم لطیفه نوبتی از دوستان عزیز ما ناظم جان که در پهلوی من نشستن من اول سلامم رسانم هیچمی نه هیچمی لطیف هم نبود 3 روز پیش غالب جان محکمه اجتماعی می شعرهای نویسیمو لطیف هم نبود سونی زیخ شده بودم شب از دبی بسیار لطیف آفیسانه دبی است که هم سلامی اکام میرسونم همتون به سلامت باشم مخلصان میرسونم و از همین روسیه و همین سال بسیار توی رفتیم غالب جان کدی همه مخلصا فقط برنامه گپ تماشا میکردی همینجوری خیلی سلامی همونای شما میرسونم دیگه گفتم بابا سال یک لطیفه میگم یک آدم یک صدمه دوچار شده سو خدا نخواهد سان چشمشون تو کشولگر تیپی سرش یک دکتر شداست خیزو تینجی من جان میگم یک هفته باز کامنده تو اواری فرام دی صدمه و گفت تینجی زیگاب گفت دو تا خبرم ها یک تا خبری گنده یک تا ناز کدوم چه گم یا با گندهش گویی چه کا افتاد گندهش همین کی افتاد یک تا پاچکتانو برده پاتفته افتاد یختی نازش زیگود نازش همین کی یا نتوانگی پلاتانگی یک پاچکه بر هم تولیتون با خریداری افتیم دکتر خانه بعد جراحی بیمار دکتر من یا کرده دکتر جان بعد همین جراحی من گیتار رو وقتی میتونم میگه البته بیمار می نوازید گفت ها تا جراحی نمیتونستم دیگه حکم جلکم دکتر گفتن یک انکدوت اسم با اومد یک تا مردک جدا بسیار می نوشیده است هر روز خانهش می نوشیده می بیاد جنجال زنش گفت است که مردک جان این سلامتیتام زیان میکند نه نوشیدگی با نوشیده می گرفته است بید یک تا مصلحت میکنیم شوهرش بگفت مردک جان حد جه دکتر بمیریم اگر همین دکتر ممکن گفت مالش نوشیدن گرید گفته است قطعی هر دوشون بران دکتر برفتیان زنشو و شوهرش در دکتر تخت کده در کشاده دکتر جان ممکن میگفت ممکن گفت دیدی می یکتا درباره نوشیدگی گفتن یکتا بسیار مینوشه دستش لرزان چک شده است دیگه خیلی سخت لرزیده است دکتر برفته است دکتر گفته است که دستم خیلی میله زد شما بفکرم آخری وقتا بسیار نوشیده است گفت نه من نوشیده نه بسیار گفت آخری من معلوم که خونتون با معلوم آنالیز میخوام برام گفت نه پیش بسیار میشه حاضر نیست بشه ریز آل دستی شوش فقط تانه میگدستی عراق میخوری جنگ هر شب جنجال سونی ایروز فعلا جانداز مادکوش زنش جزاز جیبی افتاد بیاد یک تستکم برای خیلی سخوری نمیفتاد نه نمیخورم گفت دیو میخوری افتاد خیلی زوری که کراش خوراند از برای خورد ای وای مامون این خیلی تلخ میگفت
دیدوسی ما چیزی تاخ خود میگردیم همین تو ما آسان میداریم گفت همین دکتروی گاب سوتونو قصبشون قین و هویده اونجا با بیمارخانه روحی هم های اونجا ده همین موضوع روحی با یک خودت هم نزدیکم مرام اما گفتم نه من شوخی کردم اینجا برنامه گپ شوخیه هم میخوام نشد اینجا اما یک من پاد ودکا کردم شما گویی آدمی درسته یک کن بردیم با یک تا خوشون هیان گپ زنم رحمتای کلان همتون با برو افسوسی می بناگو وای باشد سخ خاندی تو منش می یک پادیش کنم حالا من سال نکردم بیمارخانه روحی به یک کسا گریخته میردو بعد چند وقت تلفن میشد بیمارخانه با الله السلام علیکم و علیکم السلام گفت پلاته باشش بینی چی با تلفن جانده میگنگر نه حاضر استید من وقتم نیه گفته تلفن میموند است اما تکی دربه میشتگی نبادر بعد از چند وقت با تلفن میشد السلام علیکم یا با پلاته شش میدیدید هم با تلفن جانده می و کجا حالا من وقتم نیست حالا دیرتر تلفن کنید سونی رفته میبینم گفته با نبادر مونده است تلفن بعد از یک چند وقت با السلام علیکم یا با دیگه با تلفن میدیدید هم پلاته ششانده هستی همین دیل بزن کردید یک هم نمیپرسید گفته نو رفته نبادر هم پلاته شش رفته بیندگر هیچ کی نیست پلاته انده با تلفن جانده های میگه نیست گفته است گشتم تو نیست از با تلفن دیگه تلفن نکنید نیست از ها شد انیق گریخ کم نباشد گفته نه اینجا از درباره بیمارخانه گفتن اینو دکتر نگاه کند که یه بیمار 3 سال باز تاگی دیوار رفته گوشه دیوار مونده میشتاسته یه بیمار سانی این دکتر گفت که چوبا میخوام کنه رفته 3 سال باز ده این چیز رفته یانش بسره اینم گوشه مونده سره هیچی آواز نیست که گفت ها منم گفتم 3 سال باز خیلی اینجا گفتم یکتاش دکتری چیش بر رفته گفت است که چشمم خیره شده گفت دو تا عینک داده است این برای چه گفت یکتاش برای نزدیک دیدن یکتاش برای دور دیدن گفت مال افتی گفتسو بینات خودی دکتر 3 تا عینک الیشکی پیشتازه چون این خودتون 3 تا گفت ما ایناش که حدینش میوام گفت Nasreddin Efendi dileşon oş keşteste koroy şuda gideyim. Oş dileşon oş keşte zanaşma guftas ki begoni oşa hem cazador ka xush ro kadeyiz oş mekhurim guftende. Begoni biodagar hem lagandi safolba oşa keşte mondas yakta girom benad namakash paste. Hem yak daha megredo peşonu molda mekhur. Ha dadaş çö peşonu molda khuz. Man namakash töre koşan ha peşonton şörme godagar az rozi ki tüye giriftan peşonu şörmda. کاری شدگی اینازه درباره زن شوهر گفتن آقامو با یک لطیفه اسم اومده ها یک مردک از کوچه خورسند خونش به امی زنک جان زنک بارو بخچه خوندار من میلیون سوم امروز برد کردم گفت زنک حیران چمدان گیران انجامای بارکه دبی میرفته که باشی می انطالیه میگفته مردک جان چیزای زمستانم هم گیرم میگفت هم به چیزده خونداشته برم من دیگر زن میگیرم یک تا گلبارخون باین زنه که با ادب بودستی با عقلی با ادب بودست تاکسی هم تو داشته تاکسی درشک شده السلام علیکم تشتاسته شوفرم یا بار دیگه گفت السلام علیکم گفت یا بار دیگه گفت السلام علیکم چشم گپ نمیفهمید گوشتم کار میگفت یا بار دیگه داره پوش برفتم در کوفت جنگی چیلکو 45 خب غیر عادی شود 4 نبیل کنتونا اینه پشتی در اخبار یک نمیز ایستاداسو اکوپانده سالداتو تو ایستاداسو گفت است که نامی اورسات زیبا بود است هوا öyle کنه الکساندر گفت است اخودش گفت یا گفت خیزه بامباسک انداخته است چون بود زیبا بود سریاجا گفت با یکتاش کتو مینی از وا گفت با یان بامباسک انداخته است دنی اکوپان یک تاجیک باز نامش مقیم جان باز ای خدا الهی مقیم جان نگرد الهی خانده کنتونه نه اكو اینجا با حاضر یک چیز گفتم نکر
Nozimjon gittim, Muqimjon rasom yonashidiyanda. Akobba. Akob, ne şarba. Sonra roz Nozimjon omda namishani khekor, tinji megod. Kay ki noshte biyam khona ba daranam kushod zanan guftas. Muqimjon maslahat dodas. Hamin dara taxtaq kun noshidare vegat dara nakushodagar. Chizota kisha tayyorshdi, sam dara kushod qan chizota pato. Yagonta zanak shoysha lubnuch ko'cha bilan imonat guftas. Fagaba voqala chiqel Nozimjon gud namushudagi maslahat. Chuva gud من داره تخت کردم داره کوشند و یا غروندم بو رفت خانه گفت افطابوس بود اکنده این کنه و yaktaş iki dram kaynota ağzını tam nazmi beni gud. Ama kaynom asar mi tövbe rozi ne buduftas. داداش شما با من گیر گفته کی مصلحت داده کی گفت من وای وقت دشمنم بول buduftas. Yaktaş guftas ki ما زنم کی زندگی عصری ناو از ورقی سفید سر کردیم گفتاس خیلی گود همین ما کن جنجالم بسیار اثر سر کردیم زندگی آنول گود اگر حتی شد اخیرش گود روزی واخری نامت گفتاس خیلی یکتا مردک زنش به تلفن است زنک جان تو هوای اکیان دوست می‌داری یا هوای کوههای انواع شویتساری میگود این مردک جو شما تور فیلمنده میگود کدام تور فیلم من حاجت خانم اسویج دل ویبر کداست زن شاور خانه بشینو گازete گرفتن مردک گفت که زناک اینه بین یک دنیاندا کنجی دنیاندا قبیله بود است مردک حقوق داشت است که زنش فروشد استغفرالله زنکان گفت است که یا توبه میخه گفت است استغفرالله گوید نه خودم میخه قبیله باشد توبه خدا نگاه دارد ما اهم جایا یکی مردک گفت سوالام گفت است هنگ گفت همین اگر بناگاه خدا نگاه دارد هم خیلی قبیلند ما زندگی میکنیم شمایم منو میفروختید میگوید نه زنک جان ما توی نمیفروختم من توی هم تو فهمی کردم بوبا جان تلفن کروز بچه زندور بوبا جان این زنم با مانکتی جان کرد با من زد من خانه تون بمیرم گفت قبشی من قصدت میگیرم من میرم خانه تون مفتاش Это زنک آبازار آمدسو شلپی ناو خردسو شش بومده داداش شلپی ناو خردم چی خیل گفت اش من با معقوله چی خیلی شلپ با نیست کو من با بچه معقول نشده است گفت اگه شما معقول شد گفت عرق پشت قدم میفته است بهترین زنگ تلفنی یاری تاجیلی با تیز بیتون زنم توانت کروز گفت است این یکم کودک میگه شما گپن نمیفهمی تو من شوش من گفت است بچه‌ها بیایید نخل میکنیم چون امروز مهمانی ما دولتمندجان هستند این نفر رو ما یک بار دیگر باز تبریک میکنیم عنوان خطی و بسیار میخواهم که همین ما میدونیم که این کس غیژک نواز هستند بسیار صنعتکاری ورزیده هم هستند یکم نوازش که همین چی گویم نسترینی حاضرتون به موافق باشد دوستان اینجا های گریم یک تا اینجا برو نه اینا
hamdaşa zanar ha. تشکر زیاد میگویم و البته خودی از شما خیجان نواخسیدم من یادم به سعدالله اکای عزیزی ما استادی که بسیار همیشه به اشتراک دار هستند امونا یادم بر استادیان سعدالله اکا اگر ما دیساده باشید اگر حتما بیایید برنامه گپ انتظار شما است و یک چیز من همیشه نفهمیدم که فرخ شما چوبه 3 تا 4 تا نه همین جنده حاضر نه هر یک صورت به یک تید نه اکو این انور جان که گلبار خونم بیکار نیستم وای راننده تاکسی برافتا زنک داشته است یا مینا تاکسی سویتفور بنمیستد بی قاعده های کلاس اینا افغان میکند ویا افغان کنه خیلی آیا کجان سال احتیاط کنید احتیاط کنید کلمه های احتیاط میدونید می من خواننده 8 بچه من انتظار فرزند دارم گفت مرد گفتو گشته 8 اكو شما با موندگی درباره احتیاط گپ زدن افتاد همون زنگ یک تیم فرزندش گفته خوب اما خوردیشه افتابوزو هم تو درات شوفیر افتابوز نگاه کردی یازم بالله اكو عمرم اخی بچی بینورترین نکن دیدم گفت وای زنک فعلش اونده پیش برفتش اینا وای مادر گفت است که یانشان گفت گانده من زیخ کرده و شوفیر گفت یالی شما زیخ کرد نیرید رفته جنگجال بعدارید میمونچتون لتید ما نازیم جانکا وای همون خدای زنکی نمیشدگی در چوه گویی بعد جدا شوهرش هم زیخ میکرد است دیگه همین خیلی زنکی جنجالی بوده است همین شوهرش کای که خانه بیاد جنگ و جنجال شوهرش بیچاره زیخ کردگی شوهر همین خیلی داد به اومده است که اکنون گفته است که این که یک ساعت هم زندگی که نمیتونم چیکار کنم که همین خانه پیشه می زنکم به نبیام اکنون جدا بیهر ها افتشه نبیرم گفته است اوی کسی گفته است که میرم یکان مگزینه دوزدی میکنم و همون رفته حبس به ترموش تگیم بهتر گفته رفته یک مگزینه دوزدی کرده خودش تلفن از ملیسته خانه با اینجا ملیسته خانه می ها من فلان مگزینه دوزدی کردگی گفت ملیسته ها اومده خیبیده برفتیم بعد چند وقت سود شده است سود قرار برآورده است که برای آن که شما خودتان عیبتان اقرار شدید شما خودتان ملیسته خانه رو تلفن کردید این آدم 3 سال دمشق عریض داده شود درباره زنها گپ زدیم یک پسرچه داداش به سوال داده است دادا گفته است همین راستمی طرفی شرق گفته است واسطوق به همین داموتو بعد از توی زنش کی بوده که میشناخته است گفت یه پسرم این تمامی دنیا و زنگیری بعد میشناسی کی буде که گفته Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تو باورش درکار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدار وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن به پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آن که پروفیل های اکپن به گرمی خنکی طبیعتی ما تا باور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات.
тамошобинони азизу арҷманд мухлисони ҳаҷву ханда инак дар бораи мавсими пахтачинӣ гап задему. Ман худи ҳозир мехостам ки шоири барномаи мо Маҳками Баҳриддин як шеърро барои бачаҳо тақсим карда диҳанд. Ин шеър дар мавзӯи пахтачинӣ ба фикрама. бале бале дар ҳавои сурудаи ғолибҷон юсупов мо ҳар сему мана шиштему ҳамин маслиҳат кардем ки агрӯз ҳами дар бораи пахтачинӣ ҳами суруди лола лолая дар ҳавои сурудаи лола лолаи ғолибҷон дӯсти азизи мо матн аз Маҳками Баҳриддин рафтем дар мавсими пахтачинӣ. ҳамаи пахтачинонро монда набошад гӯён анамин сурудро тақдим медорем. марамад سری صحرا رویم پخته بچینه بیا دیداری هم دیگر ببینه سری صحرا رویم پخته بچینه بیا دیداری هم دیگر ببینه و وقتی نصفی روز یک جا نشینه شکم را سر کنیم باز بخت چینه وقتی نصفی روز یک جا نشینه شکم را سر کنیم باز بخت چینه پخته 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 بینگر تو کاری رفته پخته 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 بینگر تو کاری رفته آتش نگیرم بچینم پخته را بازو بی بازو که دامن زیر کند سنگی ترازو بچینم پخته را بازو بی بازو که دامن زیر کند سنگی ترازو بخیرمانی وطن با سرگزاره همه یک جا چونین اندیشه داره بخیرمانی وطن با سرگزاره همه یک جا چونین اندیشه داره پخته 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 بینگر تو کاری رفته پخته 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 بینگر تو کاری رفته بیا چینو بیا چینو بیا چین همه زیبایی را با چشم خود بین بیا چینو بیا چینو بیا چین همه زیبایی را با چشم خود بین هوای تازه و صحرای دلکش نباشد بخت چینی کاری رسید هوای تازه و صحرای دلکش نباشد بخت چینی کاری مستی پخته 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 بینگر تو کاری رفته پخته 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 بینگر تو کاری رفته میانی پخت هزار یاران بسیار زینوری رویشان صحرا چو گلزار میانی پخت هزار یاران بسیار زینوری رویشان صحرا چو گلزار سرود خوانی کنه ما از دل و جان و خرسندی شود هر کار آسان سرود خوانی کنه ما از دل و جان و خرسندی شود هر کار آسان پخته 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 بینگر تو کاری رفته 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 درباره رئیس‌ها گام می‌زنیم نباشد؟ حتی رئیس کارخانه قراقلش چه قصد است؟ یاد دارید اینجا با؟ اکو گابزنان همین شما محله ما با کلان شدید منم برابر شما کلان شدم ممکنه رئیس چون تدرام دیگه دیوای رئیس چون نگوید بیت شما هم نمیگم تو کار گام میزنیم ما همین خیر رئیس دیلم کشود منم همین کارگرا فکرش درباره من چیه آشنا جان گوید تو اوراد بوتون کارگری فکرش نمیکردی گوید جمعه قلوب فامیلی با گذاشتن کنیم گفتم شاید خیلی درباره رئیس بهتره خیلی میکنیم گلبار خان یک تا پرتوی زورشه
حیران شود اما لیزگینکه دوتا دخترا لیزگینکا سانی میرزا دوتا دخترا رستورانی هم خیلی خوش رو به درآمدنو عادر هم خیلی درآمده هر دوشان نوز و نوزاشون با آبی نمانگون یخ میکنند درآمده همین یک دیگریاشون به نگاه کنه همتون یک طرف نگاه کنه گفتن که دوگانشون دوگان لبا بین توبه کرم افتا بین لبا بین چشم بین چیستا مایمون بین وای توبه مایمونی تایار گد دوگان خبیست وای طرفانده آینه روی بینک فتاست اصلا مردکاش مو یک تا چیز میگم همین نگاه کنم گد بسیاری دخترها حاضر یگانجا بدارد گد اول لب میدارد سونی میجه 3 متر میدارد سونی خودشو میدارن همین ما یو میکنم که همین لپای ساخته و همین میجه های ساخته دکار نه طوری همین من که روزگی مرد کو بسیاری مردها میگن که مونتا الله باشه و رام کرگرداد میگن یا خلو هستن دیگه واقع شروع مینامونده سونی پیششون اینا بعضیا خودشون ورام میکنن همین به من گفتن که همین دخترها بحث کنید تا همین کارا یکتاش میگه پیش oyunu ایستاده است نه پیش oyunu ایستاده هفتاش مخون نشده است خودش بیو این هفته به خیلی خنوق باشد ها هفته هم گفت سو شش پیش ایستاده بود است حتی خیلی هم کامپلیمنت کومان بگید زرینی زور بود است بود نه یک تا چیز دیگه بچه ما حیران میشم همین باینی ما به صورت تو حاضر قوه مویا وای کریس دخترا کو به خیلی گاوساسی می ها حاضر باینی دخترا کو بره مردکا یا دوگانه ها یک دیگه کرد یعنی آخه ما همین نگاه کنید مردها خیلی بسیاریش من میدونم که کالو مو چسبانده است علاوه بدین خیلی این چیزا ایش بابا داخلش نی گوشش کنید لیکن بیمو سالی واشدن نه یکو هنرمندای شایسته ممکن داخلش شه آفتاب سر حاضر مخیم جانکو گلبار بچه پتا یکتا گفتن و یکتا انیکدوت یادم آمد یک زن شاور استفاده شاورش نزدیک تیریزه و اوینه و ایستاده است و پایمان یا کریست است ها مردک جان چیگه هم گوید همین خودم پرتم میو که تیریزه پوشم میگفتم فکر کردم گفت خودتون پفتن گرید من تیریزه میپوشم گفت است اینا طرفخانه گفتنو یک طرفخانه همون گنرال دیرکتورش کی موقع و گنرال دیرکتور می ویاش می دیرکتور رستوران همه دعوت کرد پیش خدمت اونجا قطار شو آمد پاور اونجا است همه روز میزا جان کتی فقط گپی نغز جان شما لوبوی کارا گود میکنی فهمیدی همه گفتم چوبا مهمانا آنالوگ می گفتم نه اوقات دینانگی امروز فروشی مفتن دبری همین بیموها دوامش کنم یکتا دبری کی بیموها دوتا دوگانه بیموه کال دوتا دوگانه اینجا هنرمندای شایسته هست نیمه بسیارتر موشن است که حالی با بینده اکو همین لیب لیسیوی گامز نمیدیم خودتون نگیرید مالش همین عموما ندارد مخنم جان شمایی و یک کشنی همین ایزگاه با دوتا دوگانه ها واخوردیم چندین سال واخور نخوردگی شاوراشون کتیه که هم تو نگاه کنین دوگانی دیگرشون نگاه کنه و شاورش کال اینش مش سرخ بعد دختری که دوگانه که همون شاورش مش سرخ بود که دوگان توبه کرم و شاورت مشون ریخته سان مو نبود می خدا مو ندادستی ان شما بگدگر این دوگانش هم گاب زور بودستی گفت که نه خدا مو دادو سرخ بود نگرفتیم گفت درباره هم مو گفتسونو یکتا ماده که همین خیلی بیمو بیچاره اپتیکر درامده یکون دوری زوره دون همین قیمت باشن میخرن هم شاشم مو برات گفت یا گنده زورش منی $1000 گفت خیلی میفهمم این زور بده که گفت او میسسری دیداسید میگفت از گشت است ببینید مولا بشه ببینید بود هم دندانش که دینو کشاد بازی چرا راست کرد مولا یکتاش ریشش نبود است دیگه توسه بود است دختر رفته گفت است که میخی ریش نمی برات گفت ممکن ذاتی باشید پدرتون هم میخواد نه دادم سریش دادرم همه سریش ممکن بواتون هم میخواد اما که نه همه سریش تقاهم هم گفت از نش تو بود برافته گفت درباره کالو گاز دیدو دیروز اینترنت و اینستاگرام ببینم که واقعی شدگی خودم تماشا کردم با نزدیکی همین هنرمندی ازبکستان مونیسه ریزایو شوهر کرد شوهرش کال بود است همین یک بچه ویدیو کرد از اینستاگرام پراتواس که و مونیسا خو مو مخلصی اشدی شما لیکن
همین قدر ازبکستان دا کالا های دلی کالا و سخت رسید شما گفته ویدیو کرا پرافت است کالی بیگانه در آوردید با آبجو بوده سه ازبکستان پیش آورد یکتا بچه ماشین نو خرید از گویتان تایوتا کامری نه پناه آخرین ویپوس که خریده سو همین نیت کرد که یک ماشین هم بگم سوار کنم حاجی بگم هفت کرده حاجی بدیم همین محله با آبرو آدم همه جو معرکه پیشی معرکه من میخوام سونی شینون دستو بگفت است حاجی با شینید من یکی ما یکونم چازدانم هم 14 پنجشنبه رفته مزار و دو آشونی زیتون با آمده عبیت کرده همین بهارستان همه جای شهر به 14 خانشام آمده گفتیان که اکم دعا کنید خیلی خدا کشش کرده دیگه دوی نیابیش نکنید خیلی گفت دعا کنید که آینه ماشین خودش فرامده خودش براد مسفیتی خرید 90 برام دیگه همالش همین خدا نیتا رسولان خودش آینه فرامده الهی براد خدا آمین کنن کناپکی سکین ذکر کنید هم تو آینه فراد با هم تو برادگر یا توبه کردم 7 بار 8 بار 8 بار رفته خدا بود که اکنون باور کردم انمون بوا سحر پگروز خیزن اگر رات شام نگاه کنم شفتالو پختگی شفتالو پخته است عاشق عمو گفته است غلام جان چه دشته ایجاد کشتی همون نگاه کرده همسایه‌شان غلام جان ابشی دیوا حالا غلام جان پیش دیوالنده دی حاضر به سون بوا خوبه هم شفتالو چیندنو خوبم خود یننده خوبم خود سیر شدن سونی تقاره پول شده گفتن که همین یک روز مازش میگن پنجشنبه براده فروشان بهتر گفتن قصرقصه خودشان براده افتابی قاق به تو رفتن شکمو بخور کرده اکم مازه کنده هم پنجشنبه مونده همین پتر بتر کرده ایستاده اکم میرفته گیده اکم در شبه یک تا زنه که قشنگ آمده گفته که چند پول به شفتالو کام گفت بچه‌م تez gir 30 somoni metiyam gandesi verecek gör 25 tit be oktu ha gir tez du kelo gör bon tu kofte gör ye kede serli tego joy be 20 gör ha gir tez gör bu 5 tit hamaşa giftan gör dan ne şanca korumaya gide şu da 30 somon afta Уже tamam. همون بابای شما گفته که تا سلام جان کنیم نباشد یا برای همون بابا مردیم زنشان خواب دیدیم 20 روزی بابانده زنشان خواب دیدیم زیخ راست اپتیکه برفتیم اپتیکه برفتیم و یک تا دارو تیه بچم دارو تیه که می سرازو می جوشنده من مرام فتیم و نیاخی خالجان چه میکنید چی بخی گفتاسید گفت تیه گپا کم کنو یک تا دارو تیه همین یگان خیلی عذاب نکشته همین خورمو همین جابا جا سرازو مرام همین خیلی دارو تیه گفتیم اپتیکه چه حیران اکو خالجان اکو آچه جان اکو چه میکنید خکره نخود و میخواد شود چه میکنید دارو خورده مونید گفت همین شب مردنم دکارو خلاص ها چی با چیزی گپ شد که گفت بابا تو خواب بینم همین شب توش ساز رفته توش ویران بکنم اما بابای فرزند کلانیشون آکوچه اونده درک شده داوید زنه گل زنشون حیران داوید هم تو قبیده یک کروک برداشته بوسه کشیده من دیدیمی مویله ما گرفتم چه خیال گفت این شما همین گفتم تو جان کو همو پسری به ودیم پسرشون اما خپه اومدسو یک لیگ مهی قبیدگی نحسرینش وایران ده هم خیلی هوشیار نکی سونی زنش گفت که من حیران گفت چرا شما امروز هوشیار اومدید همه وقت ماس می اومدید یگان چی نمی قبیدید امروز یک لیگ مهی قبیدگی شما هوشیار بون نحسرین تو وایران گفت جیمشین تی هم گفت است شوکه از گفت من یک بانکی سیلتی رو وینو تایر کردم اومدم بجاش کامپوتو گفت برافتی همون بابای سیوم پسرشون بوده است همون بابای سیوم پسرشون بوده است سیوم پسرشون دخترشون بوده است کسانی و دختر که صحبت کردن که دخترم چطور خیلی شوم که زندگی نمیکنم گفته خانه و اومده گفت اگر است که آخی وی مش ریجیو گفت این تو که یک سال زندگی کنی سب سفید میشد گفتن اینا ما یک قپی گفتنو یا مردک ما یک قپی رفتن ما یک گرفته بیاد که زنشان قوش و قواق بینیشان برام ها تینجی میگفت همسایه شما دیده است بازاری پنجشنبه بازاری مهی بدرام دید شما گفت مردکو گاب بزرگ کو ها بسیار زیاد کشه فروختم بدرام دام دیم گفتم بچه‌ها همه رسیدند چالو کامپیر خواندش دیانکو مردکو زنکو زنک گفت است که بیکار مونات زنکو هر گپ میزنات کو بیکار مونات اگر داداش گفت ها
رفت و افتم ریسک خنک شود و من اینجاها میخیل وای شود اورژانگ پیدا شود و اینجاها اورژانگ پیدا شود شما من ناز میبینید می گفت حوض چاکروسی هم کیفت است مرحمت گلبار یک مردک دخترش بسیار اكو مردک دخترشون بسیار نغز میدونن نغز میدونن نغز میبینن نغز میبینن بوشه دولستان بعد و دخترش پرابلم نیست نه اكو مردک دختر نغز بینن وقتی که دخترش همه کارش میکنن شوبه دودیان گفتگیش میکردن شوبه دودیان اكو خدا با شکر اكو همون شوش سرشته کر میگردد و گفته یک روز بعد از توی موبایل یک 20 روز 25 روز انده تلفن میشد داده جان السلام ها لبای دخترم تینجی تو گفت ها بالونم کوچاندا یابرو وای دماش برومدو بیرناندا کوچاندا موندم چیکار کنم ها فوش شد گفت ها کو دخترم من توی شوبه دادم اكو اون طرفش شوت بسار کند شوت بزنگ زنو خیلی حادثه گفت ای دابر تلفن کنم تلفنشون یخ نیوزدانی گفت من بیانچه زپاس کرد نیست میتونم زپاس کرد گفت داده جان خیلی زپاس کردم بام تلفن کنم و یا هم نیوزدانی گفت است یک بچه همین قد درازی زرایی بود است پلاشوی درازی پیشتگی گفت است که یک ابیت کنم گفت است طرفخانی زیتون آمده است بیاد تگی درانده گاردیروب پلاش میمانم گفت گاردیروب شیسته زنگ نیست او وقت موندسو یک کاغذ نوشته است که چمپیون جهان اوید به باکس یورکات باشد پلاش میگیری گفت درآمد است درآمد کابین نوشته شکمش سیر کرد 2 ساعت بعد برات پلاش نیست جز یک کاغذ ای چمپیون جهان اوید به دویدن تونی اوندا قابفته یک بعد همین سیزونای تو یک تا حافظ دایره‌چی کرنایچی işte oşkediştiğini sonra çıkıyor şuydu nakşuydu mi ha şab روز مونده شده اومدیم و sonra حافظ گفته است که هر شب هم تو اومده اتو اومده هم تو خوابم سحر خیزم زنم خنده ها گفت رسا امشب گوشم به سرود خونده برام دید خوابتون به مازه کدام نگی گاب نیست گفت sonra دایره‌چی گفته است تو چی گفت ای باور نکن منم خور رفته خیزم زنم خورسا ها گفت پشتم پشتی زنش دایره اقدی خوبم چپته چپم که مساج که برام دی کارنایچی چون اصلا نیست گفت bir tamam monton hiç kasmam دخترش دیگه نمیده چوه گفت یکم روز همین زنم هم تو موندش اوندا خیسه پوف کرده کفان دیام بامباس کرده بود کارنای اقدا کرده hiç کس زنش نمیده دخترش گفت خاندا کن تاندو خیرات آدوجان نیستن همین یک پسرچه یک روز قطغان توی برفتیم قطغان کارش شدگی نکی یک تا حافظ آمدن سلام کردگیشان نشتن گفتن که من زنده میخوانم گفتم اون تو کنم من زنده میخوانم نوازتون حق گفتم حق خستیم براندیم صحنه براندیم دیدن که یک تا لیا نوازید گفتن لیا فون نوازید گفتن یک تا لیا فونت گفتن خیلی یگان چی نوازید گفتن خب گفتم ماژور نوازم یا مینور میگفتم لیا دیا گفتم و من همین لیای هم تو دراز کردیشم هیچ سر نمیکنم گوید یک تا کارش دیگه گفتنو یک چیز یادم اومد گوید دوری پیش دوری سیوز تویا تا دیره میشید که یک تا استاد توی گذرانده سینو توی همسایشان رو پری خونشان توی شد اینو خدمت به ساعت می 12 یکی شب شدگی همون توی برفت 4 تا ماس موندگی اینو خواندن سرودی همین دولنه همون وقت نو برامدگی پاپولار نی یک همون سرود درخواست خواندن میبینن که دو تا همسایه که یا دو تا پسرچه همونجا گشت است دیگه بچه مایده گشت آخه گفتن در که پگه مکتب خونو را پیش مسئول است چه میکنه که گفتن در که فهمونده نمیتونن دولنه شوق چیورت خانه و گفتیا انا همین لطیفه بسیار کاری کلام ما رسیدیم با فرجام برنامه امروزه تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان حج و خنده من در فرجام برنامه به همه شما لبانی پر از خنده تنیسیت و البته خانه آبادی و خاطر جمعی را آرزو می نماییم. عزیزان با برنامه های آزیا HD میمونید. خیر
با مزه آشی پلو خوشمزه آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان با قضی و بازیره با برنجی دوزیره با گشت قاق و جزه آش می شود با مزه